قسمت آخر از سری براونی های جذاب و خوشمزه نوبت میرسه به بلوندی لوتوس که با کرم بیسکویت لوتوس درست میشه و توی دنیا کلی طرفدار داره. بریم با هم دیگه درستش کنیم. اینجا لازمه که بهتون بگم بازم این دستور با دستورای قبلی متفاوته و من توی این 7 قسمت 7 تا دستور متفاوت و جذاب بهتون آموزش دادم که میتونین تفاوتاشو ببینین، بافتاشو با هم مقایسه کنین و هر کدوم که بیشتر مورد علاقتون بود و به مواد اولیه‌تون نزدیک بود همون رو درست کنید و نوش جان کنید. خب همونطور که دیدین کره ذوب شده رو به همراه شکر قهوه‌ای خوب هم زدم و بعد بهش تخم مرغ و زرده تخم مرغ رو به همراه وانیل اضافه میکنم. بعد از که کامل با هم ترکیب شدن کرم بیسکویتی که در دمای محیط بوده رو بهش اضافه میکنیم. توی این سری من بهتون 3 نوع بلوندی خیلی جذاب و متفاوت آموزش دادم و 4 نوع براونی بی‌نظیر. پیشنهاد میکنم اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدین حتما به پلیلیست براونی‌های خوشمزه سر بزنین و ویدیوهای قبلی رو نگاه کنین و اگر درستشون کردین توی کامنت ها برام بنویسین. وقتی که موادمون کامل با هم یک دست شد نوبت اضافه کردن مواد خشک دستوره که یک بار قبلا الک کردیم و به یک بار به مواد بلوندیمون اضافه میکنیم. از اینجا به بعد اصلا لازم نیست که خیلی زیاد و تون و با سرعت بالا هم بزنیم موادمون رو، فقط در حدی که آردمون با بقیه مواد کاملا ترکیب بشه کافیه. اگر شیرینی و دسر خاصی مد نظرتونه که دوست دارید دستورش رو داشته باشین و من آموزشش رو بهتون بدم برام تو کامنت ها بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. موادمون که کاملا یک دست شد و با هم ترکیب شد یه مقداری بیسکویت لوتوس هم خورد میکنیم. میتونین درشتر از من خورد کنین، میتونین به همین اندازه یه مقداری ریزتر کنین و به همراه شکلات سفید خورد شده اضافه میکنیم. این شکلات سفید خیلی سلیقه‌ایه، شما اگه دوست داشتین اضافه کنین، اگه هم دوست نداشتین میتونین حذفش کنین، هیچ مشکلی نداره. من خیلی کم اضافه کردم. مثل بقیه دستورهایی که تا الان بهتون آموزشش رو دادم، فر رو از قبل گرم میکنیم، قالبمون رو کاغذ روغنی میندازیم و روی کاغذ رو چرب میکنیم. مواد رو به قالب منتقل میکنیم و سطح روش رو صاف میکنیم. من برای تزیینش یه مقداری از کرم بیسکویت لوتوس رو به همراه خود بیسکویت های تیکه تیکه شده روی بلوندیم قرار دادم که خب ظاهر خوشگلتری داره و میذارم توی فر تا خوب بپزه.
دمای فر و مدت زمانی که بلوندی توی فر قرار میگیره و پخته میشه خیلی مهمه. اگر بیش از حد بپزید و با دمای خیلی بالا بپزید بلوندیتون خشک میشه و یه بافت بیسکویتی طور میگیره. پس خیلی مهمه که نکاتی که توی دیسکریپشن نوشتم رو حتما رعایت کنید. وقتی که از فر در آوردین هنوز وقتی داغه فقط روش چند تا تیکه شکلات سفید میتونین بذارین که خیلی خوشگل ترش میکنه و اگرم دوست نداشته باشین میتونین نذارین، هیچ ایرادی نداره. ولی الان از قالب درش نمیاریم چون که باید یه چند دقیقه توی دمای محیط بمونه و یه مقدار از اون حرارت اولیه‌اش کم بشه و بعد از قالب در میاریم و برشش میزنیم. بلوندی لوتوس ما به همین سادگی و به همین خوشگلی و خوشمزگی آماده است. بریم با هم دیگه برش بزنیم و بافتش رو ببینیم. اینم از بافت جذاب بلوندی لوتوسمون. آخرین ویدیو از 7 ویدیو 7 براونی جذاب و خوشمزه. توی این سری از براونی کلاسیک شروع کردیم تا این بلوندی لوتوس جذاب. این مابینم بروکی پرطرفدار رو یادتون دادم و بلوندی چاکلت چیپس و البته براونی دبی چاکلت رو فراموش نکنید، حتما درستش کنید و نوش جونتون.